در رابطه با روابط بین الملل از بعد اقتصادی صحبت‌های می داشته باشیم انشالله و یکی از موضوعات مختلف و یکی از موضوعات مهم هست رابطه که باید با کشورهای دیگه داشته باشیم، چی از بعد سیاسی باشه و چی هم از نگاه اقتصادی باشه یا فرهنگی باشه. یکی از نیازهای بشری است که باید روابط خوب داشته باشیم. فعلا هم مهماندار هستیم. محمد اسماعیل امیری محصل روابط بین الملل را با خود دارم. در رابطه با روابط اقتصادی افغانستان و چین صحبت‌ها می داشته باشیم. چین هم یکی از همسایه‌های خوب ماست، روابط خوب با چین داریم و در آخر هم روابط ما بیشتر شده و داد و ستود که در بخش اقتصاد داریم با اینا هم صحبت‌های می داشته باشیم. سلام، خسته نباشی. صبح بخیر امیری صاحب، خیلی خوش اومدید. سلام، با اعتنای احترام خدمت شما بیننده‌های عزیز. خوشحالم از این که سعادت نصیب من شده تا دقایق در خدمت شما بیننده‌های عزیز باشم. سلامت باشین انشالله که بخیر آمده باشین. چی گپا بود در راه آمدین؟ شهر و بازار دیدین؟ از کجا دقیق آمدین به استودیو؟ تشکر، سلامت باشین. من مستقیم از گلبار سنتر اینجا آمدم و خب بسیار خوب. شما صبح وقت مرا خواسته بودین، من گفتم چای صبح همراه شما نوش جان کنم. به می خاطر که هم وقت‌تر رسیدم. انشالله که چای صبح همراه ما نوش جان بکنین، مهمان ما هستین. تشکر. بیاین امیری بپردازیم به روی روابط بین الملل، روابط اقتصادی که با چین داریم. بیاین از اینجا آغاز بکنیم که روابط افغانستان و چین از کجا آغاز شد در کل روابطش؟ تاریخش یادت است؟ اینه سلیمان و اینه بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نگاه تاریخی بر روابط بین چین و افغانستان بیاندازیم، دقیقاً در قرن هفتم میلادی چین نماینده های ویژه فرستاد به افغانستان تا از بودای بامیان دیدار کنه و بعد از او در سال 1955 که دقیقاً آقای کیلیا چیانگ صدر اعظم آن زمان دولت چین بود و در افغانستان پادشاه ظاهرخان حکومت میکرد، روابط رسمی در سال 1955 آغاز شد و بعد از روابط دیپلماتیک روابط اقتصادی نیز آغاز شد و به همین منوال الا اکنون این روابط ادامه دارد، چون سیاست چین در قبال افغانستان خصوصا در بخش اقتصاد یک سیاست نرم است، نیت حسنه و نیک دارد، میخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند. چه پیشرفت‌هایی از نگاه اقتصادی صورت گرفته؟ شما از سیاست نرم چین در رابطه با اقتصاد افغانستان هم صحبت کردین. دقیقاً چین بزرگترین اقتصاد آسیا و دومین غول‌پیکر اقتصاد جهانی به شمار می رود. به می اساس به تازگی از بحران اقتصادی جهان عبور کرده و همچنان می توان گفت که فعلا چین ضرورت جدی به منابع طبیعی و ذخایر و مواد خام دارد. بنابراین این امر خودش باعث می شود تا روابط چین با افغانستان گسترش یابد و همچنان ای که افغانستان در یک موقعیت جیوپولیتیکال مهم و استراتژیک خصوصا راه ابریشم که 17 سال قبل به کلان فعال بود، این راه ها می تواند چین به اروپا و همچنان افریقا وصل کنه. به می اساس افغانستان یک نقطه مهم و استراتژیک به چین به شمار می رود و چین خودش به خاطر رسیدن به این هدف که به ترکمنستان و ایران نیز صادرات و واردات داشته باشد و از راه افغانستان عبور کند، نیز علاقمندی بیشتر برای سرمایه گذاری در افغانستان دارد. خیلی خوب، شما هم یادآور شدین چین بدون شکی که از غول‌های تکنولوژی در بخش تولیدی در بخش تکنولوژی است و همچنان غول‌های اقتصادی در آسیا به شمار میره. بیاین بیشتر بدانیم که چه فرصت‌هایی برای افغان‌ها هست که از این فرصت‌ها استفاده بکنن، روابط خوب اقتصادی داشته باشیم که نیازهای ما را مرفوع بسازه. خب ببینیم، چین قسمی که قبلا ما گفتم از سیاست نرم بیشتر در مقابل افغانستان استفاده میکنه. مثلا تحصیلات به خاطر محصلین افغانستان مهیا میسازه و همچنان روابط نیک دیپلماتیکی که همچنان چند قبل آقای وانگ یه وزیر خارجه چین رسما به افغانستان سفیر فرستاد، آقای جاوشنگ که فعلا سفیر به حال کشور چین در افغانستان است و روابط اقتصادی توسط همان سفیر مستحکمتر شده و همچنان برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های انکشافی و حتی پروژه هایی که در زیادتر دهات فعلا عملا کارش جریان دارد شروع شده و این فرصت باعث میشه برای افغان‌هایی که اقامه آن ده می باشه برشان فرصت کاری برابر شود و همچنان می تواند در رشد و اقتصاد جامعه مفید واقع شود.
افرادی که در چین هستند زیادتر کوشش میکنن، سرمایه‌گذارایش که در تمام کشورهایی که اونا بتونن رشد بکنن، اقتصادش سرمایه‌گذاری بکنن، علاقمندیشون بیشتر در افغانستان روی کدام مسائل است که سرمایه‌گذاری بکنن؟ علاقمندی بیشتر چین روی معادن افغانستان است، چون افغانستان یک کشور غنی با جغرافیای کوچک است و زیادتر معادنش تا هنوز دست نخورده و چی این معادن امروز یا فردا استخراج شود. اما خوبی در این است که این معادن فعلا به قراردادهای چینی ها وابسته شود، چون چین یک کشوری است که خودش افراد نظامی نمیفرسته به افغانستان مگم سرمایه گذاران تا در اینجا سرمایه گذاری کنه و این سرمایه گذاری چین به افغانستان به نفع دو کشور است، هم چین پیشرفت میکنه و هم افغانستان. چین از لحاظ رشد جمعیت به منابع طبیعی بیشتر کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه افغانستان ضرورت دارد. بنابراین در این موضوع چین دست به کار خواهد شد در آینده و فعلا هم چین موضوعات جریان داره که چین قراردادهای مثلا نفت ولایت سرپل که در ازده برج سرطان آغاز شد گرفته و همچنان معدن مثل لوگر که در قرارداد چینی ها می باشد و این چین است که تمام توجه خود خاصتا به منابع طبیعی افغانستان کرده و می خواهد قراردادها ببسته. با ما چی نفع خواهد رساند استخراج چنین معادن ما توسط کشورهای دیگه قرارداد صورت میگیره؟ خب بانین براتون یک مثال واضح‌تر و عامیانه بگویم. اگر یک نگاه کوچک به کشورهای جنوب آسیا، کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای بندازیم که در اونجا واحد پولیشان بیشتر ارزش داره، خصوصا هند و افغانستان. فعلا واحد پولی ما بیشتر از واحد پولی هند ارزش داره و از ایران و پاکستان خود میگذاریم، چون اینمی خود استخراج معادن است که میتونه دولت ما رو به خودکفایی و به پا ایستاد کنه و همچنان تمام بودجه که دولت رویش کار میکنه و میخواهد در آینده تاسیس کند روی همین معادن میباشه که این معادن زیادتر بودجه ها رو میتونه انکشاف بده. خیلی خوب. ما هم در بخشای اندک البته تولیدات داریم که باید از کم شروع بکنیم برای پیش. بیاین در بخش زراعت، در بخش موضوعات دیگه که ما تولید داریم، محصولات ما هستن در افغانستان زحمت میکشن عزیزای ما. چین چگونه یک بازار اقتصادی خوب به افغانستان شده میتونه؟ قسمی که قبلا ما گفتم چین زیادتر کوشش داره که نفت و گاز افغانستان خارج کنه. این باعث میشه که افغانستان برای آهنین راه پیدا کنه، چون افغانستان فعلا راه زمینی نداره و راه آهنین نیست. این راه آهنین وقتی ایجاد شد میتوان از این را تمام حاصلاتی که عزیزان افغانستان آن را کشت کرده حاصلات خود بفرستن به کشورهای اروپایی، افریقایی و حتی خود چین و فعال شدن دوباره راه ابریشم. یا میتوان گفت که خود چین در قبال زراعت و پروژه های انکشافی در افغانستان نیز فعال بوده است. مثلا زیادتر اطراف ها یا ده هایی که در افغانستان وجود داره تماما از پروژه های انکشافی چین استفاده میکنند و چین در قبال زراعت نیز نقش عمده و فعال در افغانستان بازی کرده است. خیلی خوب. بیشتر ما مصروف زراعت هستیم در افغانستان، بیشتر افغان‌ها هستند در سایر ولایت. چین در بخش تکنولوژی هم بسیار پیشرفت‌های داشته. دولت ما از این بخش‌های تکنولوژی میتونه چی استفاده بکنه در حساب زراعت ما؟ در قدم نخست دهقانان محترم ما بسیار با مشکل مواجه هستند، خصوصا در وقت کشت و زار و نمیتوانند به سهولتی کار کنند. مثلا تراکتورهای مدرن ندارند و همچنان کودهایی که بتونن حاصل زمین اونا را تقویت بیشتر بتن ندارن و چین اگر تمام این پروژه هایی که در دست داره و در خود چین عملی میشه و همچنان سرمایه گذاری کنه روی زراعت افغانستان و افغانستان نیز به یک کشور مبادل بسازه که در آن تمام بخش زراعت حاصل خیز عیناً خود چین واری باشه، دقیقاً افغانستان از بعد از منابع طبیعی بخش زراعت دوم فاکتور خواه باشه که افغانستان روی پا ایستاد کنه. فرصت‌های تحصیلی که به افغان‌ها ایجاد شده در کشور چین چقدر مثمر تمام شده؟ عزیزایی که رفتن اونجا تحصیل کردن دوباره آمدن به کشور؟ دقیقاً چین کشوری است که
هر آن شخص اونجا بره دل نمیکنه اونجا باقی بانه، چون یک سال سرش اونجا زبان میخونه، بعد از او 4 سال هم تدریس میکنه. بعد از اینکه 4 سال تدریس خلاص شد، هر کس، هر محصل که اونجا مهاجر و مسافر باشه، او عشق و محبت که نسبت به وطن داره این رو وادار میسازه تا دوباره به وطن خود برگرده. چون زیادتر دوستایی که من امروزشون در تماس هستم اونا خودشون ماستری و دکترا حتی محصلینی هستن که فعلا در اونجا در دوران محصلی هستن، با ما در تماس هستن. یگانه آرزوشون این است که دوباره به افغانستان برگرده و تمام پیشرفت‌ها و تکنولوژی که در چین وجود داره و به چشمای خود دیده و در اونجا کار کردن دوباره در افغانستان عملی کنه، که امر خودش باعث میشه که سیاست نرم مثبت در افغانستان از طرف کشور چین واقع شود. خیلی خوب، چگونه روابط خود وسعت داده میتونیم با کشور چین و چگونه همین روابط خود نگاه میتونیم بکنیم؟ با کدام سیاست؟ با سیاست نرم و از این که تهداب روابط بین کشورها تهداب دیپلماتیک می باشه و روابط دیپلماتیک می باشه. این روابط دیپلماتیک است که دو کشور با هم آشنا می سازه، روابطشان وسعت میده، چی روابط اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه. و این روابط دیپلماتیک که این امر خودش باعث میشه افغانستان و چین با هم دیگر پیشرفت‌های بسا مهم داشته باشد. مثلا قسمی که من قبلا اشاره کردم، چین اولین کشوری است که رسما در طی این 2 سال آقای جاوشنگ من حیث سفیر رسمی چین در افغانستان معرفی کرده، که این خودش باعث شده که روابط چین و افغانستان گسترش یابد. خیلی خوب، تشکر زیاد محمد اسماعیل امیری، مسئول روابط بین الملل، که در مورد روابط اقتصادی افغانستان چین صحبت کردیم. تشکر از حضورتون، بخیر و عزت باشین. موفقیت بیشتر براتون آرزو دارم. تشکر.